قصه صهیب رومی. صهیب رومی اصلا از کشورهای اروپا وقتی به دیار مکه همچون غلام فروخته میشد، کدام تاجر خریده میبود و در بازارهای مدینه، در بازارهای مکه میفروشد. بعد وی کسی میگیرد، آزاد میشد، در مکه زندگی میکرد و تجارت میکرد، پولدار شده بود و ایمان آورد. وقتی که هجرت کردنی شد، در برآمدگاهی مکه اون را دستگیر کردن. گفتن ها صهیب، آمدی سعلوک بودی، کم بغل بودی، بی پول و مال به مکه آمدی، مکه تو را بای کرد، امروز میخواهی با مال و ملکت هجرت کنی؟ گفت که میخواهید که من برای شما مال و ملکم را دهم؟ گفتن که آره. گفت که به فلان جا روید، زیر آستانه در تلاهای من دفن شدگی است. یا بعضی جاهایی که در دست بعضی آدم ها پولش بود، معین کرد که رفته از فلانی پولای من رو گیرید و رهی من رو خالی گذارید. گفت بعد راهش را خالی گذاشتن. بعد به قبا رسیده، آمد که پیامبر صلی الله علیه و آله حالی در قبا بودن. پیامبر صلی الله علیه و آله بر وقت هجرت کرده بودن از صهیب. وقتی که آمد، الکی پیامبر صلی الله علیه و آله با خبر بودن از این کاری که حضرت صهیب با مشرکا کرد. تمام مال و ملکش داد و خود را خرید. یعنی اجازه دادم که من هجرت کنم، پول و مالام شما گرفتم. بعد وقتی که به مدینه اومد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ربح البیع ابا یحیی، ربح البیع ابا یحیی. 3 مرتبه در بعض روایت اومده است. روایت طبرانی در معجم کبیر و حاکم در مستدرک و گفتن که صحیح ولم یخرجه، حدیث صحیح است و امام بخاری و مسلم روایت نکردن. گفتن ربح البیع ابا یحیی، در تجارتت فایده کردی از ابو یحیی. گفتن تمام پول و مال و ملکش داد و جانش خریده به مدینه هجرت کرد. گفتن که ربح البیع ابا یحیی، او تاجرایی که پول و مالاتان، خانه های دو ایتاژ، دو آشیانه هاتان شما را منع کرد از هجرت، شیرینی اون پول و مالی که داشتید یا تجارتی که داشتید شما را منع کرد. به حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنید. ربح البیع ابا یحیی، در این تجارتت فایده کردی ای ابو یحیی، در این تجارتت فایده کردی. گفتن یعنی دادی مال خودش خرید، هجرت خرید، هجرتش بی پول نشد، پول قیمت بخرید، لیکن گفتن که تو فایده کردی. گفتن الله تعالی آیات نازل کرد، سوره بقره آیت 208 207 و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. از بین آدم های هست که نفسش را به خاطر راضی الله تعالی میخرد و الله تعالی رؤوف، به بندگانش رؤوف است، ملایم، مهربان است. میگن که همین آیت در حق صهیب رومی نازل شد. از آدم‌هایی که نفس خودش را خرید با پول و مالش به خاطر رازگی الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این تجارتش تجارتی رابح، تجارتی فایده‌ناک گفتن.